سلام خدمت همه شما دوستان خوبم. امروز در خدمتتون هستم تا یکی دیگه از نکات مهم روز آزمون شهری رو خدمتتون عرض کنم. امروز میخوایم در رابطه با پارک جدول یا پارک ساده یه نکته خیلی مهم رو خدمتتون عرض کنم و اونم این است که اگر از شما خواست افسر که روز آزمون بین دو تا ماشین که فاصله زیادی از هم ندارن پارک جدول رو انجام بدید، به چه صورت به راحتی بتونید کار رو انجام بدید. باید توجه داشته باشید اول راهنمای سمت راستتون رو بزنید، سرعتتون رو آروم کم کنید، به ماشین مورد نظرتون نزدیک بشید، دنده رو یک کنید و توجه داشته باشید ستون بین دو تا در وقتی از روبروی سپر جلوی ماشین گذشت، یعنی خودتون گذاشتید، فرمونتون رو به صورت کامل و سمت راست بچرخونید، به آرومی جلو میرید. شاخص شما واسه پارک جدول انتهای برفاکن سمت راست اگه در نظر بگیرید الان دقیقا روی جدول افتاده. آروم آروم به صورت حرکت لاک پشتی جلو میرید و فرمونتون رو به سمت چپ میچرخونید. دوستان عزیز باید توجه داشته باشید که به حدی جلو برید که از آینه بغل سمت راستتون وقتی بیرون رو نگاه کنید ماشین شما با خط جدول به صورت موازی در بیاد. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.